سلام علیکم دوستان پاپیشکی عزیز. همه کسا خوش آمدید به شبکه مالبازار مسچو. در نوار روزا به نوار میگیریم 19 سال سابلق یکچین سوری چست تازه لیت یکم سوته. من این سابلق رو دوستان سابلق بید میارزم. یکی از بهترین زوتای تازه یکم سورت سوری الیت هستند. من دوستان سابلق دوستان یکم زویان، دویم زویان، سیم زو، چهارم زو ندارد. سابلق دوستان یکم زو، دویم زویان. سابلق دوستان همش بغوزی نزدیک است. سابلق رو دوستان ما به دست خودمان از قشقار افغانی گیگانت ماندگیم. انشالله این سابلق بهترین تولد میکنند. دوستان پاپیشکی عزیز 19 سر سابلق سوری یک چینه یک تا افغانی یک سر سابلق افغانی. من دوستان سابلق دوستان خوردن سلامتی کسل بیمارشان به کفالت تشخیص. سابلق دوستان چست برای مالکنی هستند. انشالله آدمی مال میکرگی به دست خودش مال کرده رحمتش میگو. من دوستان پاپیشکی عزیز مولا رو دوستان همه نمودی واکسینه گذراندگی. دوستان پاپیشکی عزیز شما میتوانید با دل پر مولا رو خریداری کردن. صاحب مولا دوستان دیقانه نرخ مولا برای پاپیشکو نرخ دسترس ماندگی. کدام شهر نایگی دوستان دستافکه دارد. مسئله دستافکش به یگان مشکلیه. نرخ برای سابلق 5300 سومان سودا میشد. از زیر اکران نمره تلفن صاحب مولا میگذارید. واتساپ هست. کسانی خریدار باشد مرحمت دوستان خریداری کنید. مولا دوستان قرار دارند از نوعی مسچو ولایت سو. من دوستان پاپیشکی عزیز با نزدیکی من خیلی سابلق تازه الیت یکم سورت نه از یوتیوب کانال نه از تیک توک کانال به فروش نبرونده. یکمین مراتبه که من خیلی سابلق تازه الیت شه از یوتیوب کانال از تیک توک کانال ما به فروش پیشنهاد کردیم. سابلق دوستان در حقیقت الیت هستند. انشالله آدمی مال میکرگی به دست خودش مال کرده رحمتش میگو. فقط دوستان پاپیشکی عزیز اسپید میکنید مولا رو خریداری میکنید. صاحب مولا دوستان دیقانه فقط اسپید میکنید مولا رو خریداری میکنید. از این نوار پیش 13 سر ما گذاشتیم با فروش از می تیک توک کانال یوتیوب کانال طرفی درواز سودا شده رفتن. این درخواست طلب